آقا چاکر برادرای من، نوکر شما، خدا شاهد من صبح این مسیج و بنیامین خدا برادرت بیامرزه، پدر مادرت نگه داره که این مسیج این مادر ما رو برای ما فرستادی. اصلا حاجی حالم توپ شد. دیشب ساعت 1 خوابیدم، بعد کلاش بازی ساعت 5 و 10 دقیقه بیدار شدم، این راز و نیازی کردم. من بهش میگم مدیتیشن، در از کسشر میگم، اسم خارجی همون خایمالی پروردگار. بعد رفتم ورزش کردم و 45 دقیقه کاردیو، نیم ساعت تناب و شکم و همه چیز زدم. خدا رو شکر سرحال. این ماشین حاجیه، تا ساعت 2 با حاجی هستم. 2 حاجی رو میبرم فرودگاه، امشب میرم خونه حاجی میخوابم. امشب هم تا ساعت 2-3 صبح با چند تا رفقای خودم میخوایم وسیله ها رو ببریم. فردا یک شنبه هم 7 صبح 2 تا دوستای من میان، اونا بلدن که ما پبل و اینا رو ببرن دیگه. فردا شب دایی در منزل جدید لالا میکنه. خدا رو 100,000 بار آقا مدیون شما حضرت عباسی به قرآن مجید.